خب حالا الان قبل اینکه برم کافه پیش دوستام گفتم تو مسیر که دارم میرم براتون یکم فیلم بگیرم. اول از همه بگم که اینجا گوهردشته، خیابون اصلی گوهردشت، بعد خیابون اصلی گوهردشت، اینم پارک سر شیشمشه، نمیدونم اسم پارکو. 1500 ساله من اینجا زندگی میکنم ولی اسم پارکو هیچ وقت نفهمیدم. قبلا اونجا دیوار بود، اینجا هم دور تا دور اینجا دیوار بوده، ولی الان کاملا اشراف داره به خیابون اصلی، فضا پاییزی، همه چی باحال، گربه اون ته. بعد اینجا پر از خاطره های کودکی منه. من ته از اونجا این کوچه رو که میرفتی اون تهش مدرسه من بود. آره اینجا پر خاطره است برای من. 1000 سال اینجا زندگی میکنم، دوستش دارم. میبا گدکتم گربه کوچولو من، حوصله من، چقدر تو ناسی، چقدر تو اساسی. ببینم تو رو، خدای من عزیزم، گربه. جلف بازی هم حدی داره. نمیدونم شما هم مثلا تو محلی که هستید قدیمی هستید یا جدید رفتید؟ اگر تو محله قدیمی هستید برید ببینم جایی هست پاتوقه از قدیم تا الانتون باشه. بعد با جایی خاطره دارید، جایی هست که حوصلتون سر بره، برید حوصلتون وا بشه، یا حوصلتون بیاد سر جاش. دارید یا نه؟ به خاطر این که ببین بالاخره هر محله‌ای مثلا من نبینید چقدر قشنگه، فضای پاییزی رو من انقدر دوست دارم. هر محله‌ای بالاخره یه سری حال خوش به آدم میده، حالت نوستالژیک برای آدم بعد از یه مدتی به وجود میاد. وقتی که بعد از چند سال اونجا میرید میبینید که مثلا من بچه هم بودم اینجا میومدم و من چه کیفی میکردم. یادش بخیر. بگید ببینم شماها با جای خاطره دارید؟ محلی که زندگی میکنید، پاتوقتون، یه جاهای نوستالژی با خروش های جاشد.